سلام. فکر میکنی اولین قدم برای یادگیری زبان انگلیسی چیه؟ باید گرامر بخونی، لغت حفظ کنی، یا اینکه بری تو کلاس ثبت نام کنی؟ کدوم؟ هیچ کدوم. 90% آدما همون اول راه اشتباه میکنن و هفته ها، ماه ها و شاید هم سالها وقتشون، پولشون و انرژیشون رو هدر میدن. امروز میخوام 5 نکته خیلی مهم در یادگیری زبان انگلیسی رو با شما در میون بذارم که برای آموزش زبان انگلیسی خیلی حیاتی هستن. خب بریم اول نکته مهم رو شروع کنیم. اول نکته اینه که شما باید هدف داشته باشید. اینکه من چرا انگلیسی رو یاد میگیرم و در چه مدتی میخوام انگلیسی رو یاد بگیرم. بعضی هستن میخوام برم مسافرت، بعضی میخوام فیلم نگاه کنن، بقیه هستن که میخوام برن اپلای کنن و برن دانشگاه خارج از کشور و بعضی هم میخوان از راه دور کار کنن و یه ریموت جاب داشته باشن. خب این خیلی مهمه که هدف داشته باشی و متناسب با هدفت انگلیسی رو یاد بگیری. مثلا من خودم اول کار میخواستم فیلم ها رو بدون زیرنویس ببینم، واسه همین میشستم فیلم نگاه میکردم، انیمیشن نگاه میکردم یا اینکه پادکست گوش میدادم. دیگه اصلا لزومی نداشت من برم کتاب بخونم یا اینکه مثلا برم تو کلاس ثبت نام کنم که ببینم چجوری میتونم فیلم ها رو بدون زیرنویس ببینم. خب پس اول نکته مهم این شد که من چرا میخوام انگلیسی یاد بگیرم. واسه خودتون مشخص کنید و هر چقدر هدفتون مشخص‌تر و شفاف‌تر باشه بهتر برنامه‌ریزی میکنید و وسیله ها و افراد در مسیر یادگیری زبان انگلیسی قرار میگیرن و این خیلی بهتون کمک میکنه. نکته دوم، خب بعد اینکه در مرحله اول هدفمون رو مشخص کردیم، مرحله دوم شروع یادگیری زبان انگلیسی هستش. در نقطه شروع باید توجه کنیم که نباید از منابعی مانند کتاب‌های قطور قواعد یا حفظ 4000 تا لغت شروع کنیم. خیلی بهتره که آروم شروع کنیم. یعنی اینکه با گوش دادن به پادکست، دیدن انیمیشن یا دیدن فیلم، اینطوری ما راحت‌تر میتونیم با انگلیسی رابطه برقرار کنیم. این یه زبانه و با دیدن آدمایی که انگلیسی حرف میزنن، با شنیدن صدای اونا، با نحوه تحرک اونا، با دیدن حرکات بدن اونا ما بهتر میتونیم ارتباط برقرار کنیم. ولی همون اول بریم سراغ کتابای قطور این یکم زننده است و بعد از یه مدت احساس میکنیم که داریم درجا میزنیم. این اصلا خوب نیست. مثلا من خودم اول کار با انیمیشن شروع کردم به یادگیری زبان انگلیسی و خیلی خوب بود. یه مثال ببینیم. Just keep swimming. Just keep swimming. خب توی این مثال گفت just keep swimming، یعنی فقط به شنا کردنت ادامه بده. من خودم یه همچین جملاتی رو ور می داشتم و اونو هی تغییر می دادم. مثلا just keep going، فقط به رفتنت ادامه بده. just keep studying. خب زمانی که می رفتم بیرون با دوستم بودم یا یه کارهای دیگه می کردم این جملات رو استفاده می کردم و به من خیلی کمک کرد که بتونم مکالمه‌مو در کوتاه‌ترین زمان ممکن راه بندازم. انیمیشن ها برای یادگیری زبان انگلیسی عالی‌ان. اینا زبونشون ساده است و خیلی قابل فهمه. یه مثال دیگه ببینیم. How's it going? How's it going? How's it going؟ اوضاع چطوره؟ How's it going؟ یعنی اوضاع چطوره؟ خب زمانی که ما این جمله رو یاد گرفتیم میتونیم بریم بیرون با دوستمون، زمانی که بهش رسیدیم بهش بگیم که How's it going؟ اوضاع چطوره؟ یا میخوای چت کنی با دوستت یا با یه کسی دیگه، میخوای بگی که اوضاع چطوره، بگو How's it going؟ پس نکته دوم اینه که میخوای شروع کنی لزومی نداره بری کتابای قطور بگیری و اونا رو بخونی، با گوش دادن شروع کن. اینطوری خیلی راحت‌تر و لذت بخشتر انگلیسی رو شروع میکنی و با قدرت‌تر میری جلو. نکته سوم، از همون روز اول شروع کن به حرف زدن. خیلی هستن منتظر اینن که از نظر گرامری، از نظر لغت سطحشون بره خیلی بالا و به قول خودمون خفن بشن بعد شروع کنن به حرف زدن. خب این همون اشتباهیه که تو مدرسه انجام دادیم. فکر کن از سال 7 تا سال 12 زبان میخوندیم ولی یه جمله هم نمیتونستیم از خودمون تولید کنیم، یعنی که حرف بزنیم. برای همین از همون روز اول سعی کن که حرف بزنی. اصلا مهم نیست اشتباه میکنی، اصلا چرت و پرت میگی، اصلا مهم نیست. خب
مثلا من خودم همون اول کار میرفتم و وای میستادم جلوی آینه با خودم حرف میزدم. خودم هم میدونستم و اشتباه میکنم، خیلی چیزا اصلا قابل درک و فهم نبود و بعد یه مدت شروع کردم به ضبط کردن صدای خودم رو ضبط میکردم، بعد روش فکر میکردم و ایرادات خودم رو برطرف میکردم. خب یه مثال ببینیم. I make mistakes, but I learn. I make mistakes, but I learn. خب همونطور که دیدید تو این مثال گفته شد که I make mistakes but I learn. خب من اشتباه میکنم ولی یاد میگیرم. خب اشتباه کردن هیچ ایرادی نداره، هر چقدر که میتونی اشتباه کن ولی در نهایت یاد میگیری، چون هر سری که تمرین میکنی این مغزت کلا ترسش میریزه و اعتماد به نفست میره بالاتر. خب بریم یه مثال دیگه ببینیم. Can you help me, please? Can you help me, please? اینجا گفت که Can you help me please؟ میشه لطفا به من کمک کنی؟ خب همونطور که میبینید انیمیشن ها و فیلم ها پرن از اینجور جملات که ما میتونیم اونا رو توی زندگی روزمره به کار ببریم. خب شما میتونید فیلم ببینید، انیمیشن ببینید یا یه کتاب داستان بخونید، اونا رو بردارید واسه خودتون خلاصه برداری کنید و توی زندگی روزمره از اونا استفاده کنید و اینو در نظر داشته باشید. هر چقدر بیشتر حرف بزنید سریعتر راه میافتید. نکته 4، باید یه برنامه روزانه ساده داشته باشی. اول کار بگو که من روزانه 20 دقیقه میخوام مطالعه کنم، میخوام 20 دقیقه وقت بذارم 5 تا لغت حفظ کنم، میخوام 20 دقیقه از یه انیمیشن رو ببینم. اینطوری خیلی بهتره، چون که نه قدرت انگیزه تو رو به چالش میکشه، نه ارادت رو میطلبه، نه که انرژی خیلی زیادی میخواد و اینکه بعد از یه مدت فکر کنم مثلا یه هفته 10 روز گذشته به جای 20 دقیقه 30 دقیقه مطالعه کنی به خودت افتخار میکنی. ولی فکر کن اولش جوگیر بشی با 5 ساعت 6 ساعت 8 ساعت شروع کنی، ولی بعد یه هفته یه احساس خستگی به آدم دست میده و اینکه آدم واقعا نمیتونه، این خیلی سخت میشه. قدرت اراده، قدرت انگیزه و انرژی خیلی بالایی میخواد که همون ادامه بدی. و نکته دیگه که هست، فکر کنم مثلا با 6 ساعت شروع میکنی دیگه 4 ساعت هم بخونی هیچ لذتی نمیبری، چون که گفتی میگی که مثلا من 6 ساعت خوندم حالا 4 ساعت میخونم، از خودت ناراضی هستی. ولی با 20 دقیقه شروع کنی نیم ساعت هم بخونی خدا رو شکر میکنی، میگی که خدای شکرت نسبت به دیروزم 10 دقیقه رشد کردم و اینطوری آروم آروم خودتون میرسونی به ساعت بالاتر، مثلا 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت. خب یه مثال ببینیم. I study a little every day. I study a little every day. خب توی مثال گفت که I study a little every day. من هر روز یکم مطالعه میکنم. خب شما هم همین کارو بکنید و هر روز با مطالعه کم شروع کنید. خب یه مثال دیگه ببینیم. Slow and steady wins the race. Slow and steady wins the race. خب اینجا گفتش که slow and steady wins the race، یعنی اینکه آروم و آهسته برنده مسابقه است. خب خودمون هم اینو تو فارسی داریم، رهرو آن نیست که گهی تند و گهی خسته رود، رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. توی زبان انگلیسی هم همینه، باید استمرار داشته باشی. پس توی یادگیری زبان انگلیسی استمرار کلید موفقیت هسته. و اما نکته 5، خب زمانی که شروع میکنی به یادگیری زبان انگلیسی خیلی خوبه که یه پارتنر زبان انگلیسی داشته باشی، یکی از همکلاسیات، یکی از رفیقات و یکی از آشناها که میخواد انگلیسی یاد بگیره. سعی کن با اون هر روز تمرین بکنی. فکر کن اگه یه پارتنر داشته باشی، خب باهاش حرف میزنی اصلا حرف زدن لذت بخش میشه. خب خودتو به چالش میکشی، چیزی که یاد گرفتی و میخوای به کار ببندی، یا اینکه اشتباه میکنی طرف مقابل تو رو تصحیح میکنه، یا اینکه اون اشتباه میکنه تو اونو تصحیح میکنی و این کارا باعث میشه که یه تعامل سازنده برقرار بشه بین تو و پارتنرت که در نهایت به پیشرفت هر دوتاتون خیلی کمک میکنه. و یادگیری زبان انگلیسی این مدلی خیلی جذابتر و دلانگیزتره. فکر کن مثلا میری بیرون با رفیقت، خب یه روز در مورد قهوه حرف بزن، یه روز در مورد درس حرف بزن. خب بهش میگم مثلا casual topic، یعنی موضوعات هستن که مثلا روزمرن، خب یه موضوع علمی خاصی رو دنبال نمیکنن.
خب دوستان، امروز 5 تا نکته باحال در مورد اولین قدم یادگیری زبان انگلیسی رو با شما به اشتراک گذاشتم. پس یادتون نره که هدف داشته باشید، بدونید که واسه چی زبان انگلیسی میخونید. دوم اینکه با گوش دادن شروع کنید، همون اول کار نرید سراغ کتابای 200 یا 300 یا 400 صفحه‌ای. سوم اینه که از همون اول شروع کنید به حرف زدن. اصلا نترسید که اشتباه میکنید یا بقیه شما رو مسخره میکنن. هیچ ترسی نداشته باشید، فقط حرف بزنید. چهارم اینه که یه برنامه ساده روزانه داشته باشید. اولش با 10 ساعت شروع نکنید، با 20 دقیقه یا 30 دقیقه شروع کنید و اونو رفته رفته افزایش بدید. و پنجم اینه که یه پارتنر زبان انگلیسی داشته باشید تا اینکه یادگیری زبان انگلیسی برای شما چالشی تر و لذت بخشتر باشه. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید و سوالی داشتید یا اینکه پیشنهادی داشتید کامنت بذارید، حتما میام و در اسای وقت جوابتون رو میدم. و یادتون نره که چنل ما رو سابسکرایب کنید، چون که قراره هر هفته با یه آموزش جذاب در خدمتتون باشم. بای.